با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، یک ویدیو کوتاه و شعر پرسوز و گداز رو در رابطه با بلوچ‌هایی که روزانه توسط سپاه پاسداران سر مرزهای بلوچستان به خاطر سوختبری کشته میشن پخش میکنیم و بعد از اون برمیگردیم به صحبت و گفتگویمون با آقای مهندس رحیم بندویی از حزب مردم بلوچستان ادامه میدیم. این ویدیو رو اتاق فرمان اگر داشته باشیم و پخش بکنیم که گوشه ای از بدبختی های مردم بلوچستان رو به نمایش میگذارد. بر سرم این مادر غم پرورم دیدی چه آمد بر سرم آخر ندیدی شادیم اون هجله دامادیم آخر ندیدی شادیم اون هجله دامادیم گفتی که دامادت کنم گفتی که دل شادت کنم گفتی که دل شادت کنم خب ممنون و متشکر. این وضعیت روزانه در بلوچستان هست که مردم به خاطر لقمه نان به سوختبری میپردازند و توسط جنایتکاران سپاه پاسداران به گلوله بسته میشوند و کشته میشوند. مهمان برنامه مهندس رحیم بندویی از حزب مردم بلوچستان ما رو همراهی میکنن. با سلام بر شما آقای مهندس بندویی و تشکر از این که دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه شرکت کردید. فایل صوتی فرماندهان سپاه پاسداران رو حتما در روزهای گذشته شاهد بودید که مشخص هست که یک مافیای مالی و اقتصادی وجود دارد و فساد گسترده‌ای در اونجا در جریان هست. اما وقتی که نوبت به بلوچستان میرسد، همونطوری که میدونیم سپاه پاسداران در 8 سال دوران جنگ امنیت رو در بلوچستان بر عهده داشته. بلوچستان عملا در اون دوران و بعد از اون دوران حتی جزو مناطق جنگی بودند. بعد به کمیته‌های انقلاب چند سالی سپردند امنیت رو و بعد هم به سپاه پاسداران. نقش سپاه پاسداران رو در بلوچستان به عنوان یک نیروی نظامی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان گرامی. ببینید، مشکل اساسی که در جوامع مثل ایران، زیادن کشورهای دیگه هم داریم در همسایگی هامون، زمانی که نیروهای نظامی و نیروهای امنیتی نقشی داشته باشند در اقتصاد کشور، یعنی سهیم باشند، این کاملا مشخص هست که فساد مالی و وجود مافیاهای مالی و اقتصادی و تجاری و به قول معروف رانتخاری و خودی و غیر خودی یه امر کاملا طبیعیه. سپاه پاسداران از همون سال در واقع 58 تا جایی که من یادم میاد به هر حال توی بهمن ماه انقلاب شد و خیلی سریع به هر حال شکل گرفت. توی سال 58 آغاز 58 ما حضور سپاه پاسداران رو در بلوچستان دیدیم. به هر حال اونایی که هم سن سال من هستم مطمئنم که یادشان میاد حتما. و در واقع مسئله اینجاست که از همون ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران در بلوچستان حکومت‌های نظامی برقرار بوده که به طور مشخص و به طور عمده فرمانروایی و فرماندهی این حکومت نظامی در دست سپاه پاسداران بوده است و به اصطلاح اونجا برای ایجاد نظم و امنیت و به قول معروف برحال اینکه مردم بتونن زندگی آرامی داشته باشن و مأموریتش در ظاهر به این قضیه بوده. اما به زودی مشخص شد که نه تنها ایجاد امنیت میکنند این نیروهای نظامی در مناطقی چون بلوچستان، که حتی در واقع عامل اصلی ایجاد اختلافات و درگیری ها و کشتار بین خود مردم و ناامنی میکنند با پخش اسلحه در دست آنهایی که به شکلی حس میکنند که نزدیک هستند با سپاه، به شکلی به قول معروف از فاصله چند هزار کیلومتری به عنوان خودی به حسابشون میارن. چرا که هرگز به
حتی همون نیروهای پاسدار بلوچ هم اینا اعتماد نداشتند و نکردن، چرا که در رده‌های خیلی پایینی هستند و به طور کلی در اصل از داشتن رده‌های بالا مردم بلوچ در هر رده‌ای و بخصوص در رده‌های امنیتی و نظامی محروم بودند و هستند و تا زمانی که این گونه سیستم‌ها در کشورهای مثل ایران هست همین گونه خواهد ماند و کاملا مشخص است. ببینید من همان موقعی که اونجا بودم حقیقتش یادم میاد وقتی که اخباری رو که در حتی روزنامه‌های همان زمان که ابتدای امر به اصطلاح هنوزم کنترل کاملا قدرتمندی روی به اصطلاح برای چیز کردن کنترل کردن روزنامه اینا نداشتن، در همون زمان روزنامه ها نوشتن که در نمیدونم پاسگاه های قطار خنجک و پاسگاهی که از زاهدان، من اصلا یادم رفت عذر میخوام، از زاهدان وقتی میری به سمت بم، همون اولین پاسگاهی که هست اونجا، چندین کامیون بار از تریاک رو گرفتن، چرا که اون کسی که به عنوان مسئول به اصطلاح پاسگاه بود نمیدونست که چه از برنامه جلسه، خیلی خوشحال شده بود. بلافاصله از زاهدان وقتی خبر میشن نیروهای نظامی و امنیتی سپاه میرند اونجا و اینها رو آزاد میکنن، یعنی دستور میدن که اینا رو ول کنید برن که برای راه میافتد میرن و به طور مشخص در مجموع نه فقط به قول معروف این مسئله مواد مخدرین، حتی چیزهای دیگری که به اصطلاح جنبه‌های مثلا قاچاق داشت، اینها همه رو تحت کنترل خودشون گرفتن، چه از کشورهای عربی بخوان بیارن این طرف مرز و از چه جاهای دیگه بخوان بیارن. حتی بگذاریم از اونجایی که حتی در آن زمانی که ما اونجا بودیم سخن از این بود که دستگاه‌های چاپ اسکناس رو هم به شکل به قول معروف قاچاقی از جا دادن اونجا و گذاشتن و دارن پخش میکنن و میفرستن جاهای به قول معروف، پولای جعلی رو میدن به بانک‌ها و پولای اصلی رو میگیرن دست خودشون. در مجموع آنچه که در بلوچستان و جاهای دیگری مثل بلوچستان که حالا بخوایم کردستان رو اسم ببریم یا عربستان ایران رو اسم ببریم، دقیقاً نقش سپاه هست در واقع که این همه ناامنی وجود آورده و این همه تبعیدی که اونجا اعمال میشه و این همه به قول معروف کشتاری که به شکل ترورهای سازمان یافته مشخصاً انجام میشه در مناطقی مثل بلوچستان و جاهای دیگه، کسی نیست جز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به دلیل اینکه نه تنها مسلح به قول معروف به آخرین ابزارهای جنگی هست، بلکه مالک اصلی اقتصاد ایران هست و تمام بدبختی هایی هم که الان سرتاسر ایران در واقع دوچارش هست چیزی نیست جز اینکه این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به قول معروف که نمایندگی میکنه از اینکه از اسلام نگهداری بکنه و بخواد اون رو گسترش بده در اون مناطقی به قول خودشون هم اون حلال شیعی دارن اسمش رو میبرن، همه هستی ایرانی که در دست اینها هست و از طریق همون قرارگاه خاتم الانبیایی که به اصطلاح اون فعالیت‌های اقتصادی رو دارن، فعالیت‌های اقتصادی بسیار مهم این جامعه رو، در واقع اون زیرساخت‌های اقتصادی در دستشون هست، از نفت بگیریم، از پتروشیمی بگیریم و نمیدونم از به هر حال بازار ارز بگیریم و بنگاه‌های مختلف رسانه‌ای بگیریم، همه اینها در دست اینها هست، به اضافه اینکه قانون شرعی هم به قول معروف از طرف برمیگرد. آقای بندویی، یکی از مسائلی که وجود داره و سپاه مطرح میکنه و نظام جمهوری اسلامی مطرح میکنه این هست که سپاه در این منطقه برای امنیت مرزها اومده، برای امنیت مردم اومده. میدونید که بلوچستان از همون مردم بلوچ از همون ابتدای انقلاب با این انقلاب مخالفت کردند خیلی ها به هر حال و بعد از انقلاب الان هم هر از چندگاهی ناامنی های مسلحانه‌ای در منطقه میشه، حرکت های مسلحانه‌ای وجود داره و سپاه اومده تا امنیت رو برای مردم بلوچستان و مرزهای بلوچستان حفظ بکنه. دیدگاه شما رو میشنویم. ببینید، اگر قرار بود به قول معروف این نیروی سپاه امنیت برقرار بکنه، خودش سر پارسال یادمون از هممون 4 اسفند بود و بعد روز بعدش 5 اسفند به اون شمه سر مرز چند نفر رو از همین کسانی که به خاطر رفع گرسنگی بچه‌هاشون اقدام به سوخت کشی با ماشین‌هاشون کرده بودن، با توجه به اینکه مرز رو بسته بودن،
و نهایتا زمانی که مردم دیگه به تنگ آمده بودن از تشنگی و گشنگی، چون نمیذاشتن مثل از مرز نه اینور برن نه اونور برن، چطور شد که شروع کردن به رگبار بستن و بر اساس گزارشات که حتی حدود بیش از 30 نفر کشته شد، حدود 50 نفر میگن زخمی شد. اگر امنیت این هست که شما در اخبار مثل اخبار بلوچستان را میداد، چندین نفر همین دیروز امروز یا در طول همین هفته در واقع به عنوان سوختبر مورد اصابت گلوله همین نیروهای امنیتی و نظامی که زیر فرماندهی سپاه پاسداران دارن کار میکنن کشته شدن و سوختن، در درون اون ماشیناشون سوختن. آمار بخوایم بگیریم، برای شما آمار رو دارید چند نفر از جوانان بیکاری که در ارتباط با سوخت کشی در واقع جان خودشون رو در همین شعله‌های آتش از دست دادن که اصلا از حساب و کتاب بیرونه. این از یک طرف. از سوی دیگه متاسفانه همین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به اضافه نیروهای امنیتی آن در میان مردم بلوچ با توجه به اینکه به طور عمد حتی در قرن 21 اینا را در یک سیستم و یک مناسبات عشیری قبیله‌ای و طایفه‌ای در واقع نگه داشتن، دارن سوء استفاده میکنن و بالاخره این قبیله رو علیه اون یکی رو بر علیه اون یکی راه میندازن، به یکی رو این حمایت میکنه دیگه رو اون یکی. به اضافه اسلحه هایی که در واقع همین نیروهای سپاه در دست اون کسانی که به اصطلاح خودی به حساب میاره، نیمه خودی به حساب میاره و بلوچ هم هستن دستشون داده، همین اسلحه های سپاه هست که در واقع در دست همین مردمی که اونجا دادن دستشون و بهشون اجازه هم دادن که این اسلحه در دستشون باشه، حتی برن راهبندان کنن، حتی برن به قول معروف به شکل‌های مختلف مردم رو سرکیسه کنن و به اضافه این که اون کشتارهایی هم که در واقع جزء بخشی از برنامه ریزی‌های همین دار دسته سپاه و کل سیستم حکومت مرکزی ایران هست، خود مردم رو در واقع به جان هم دیگه کشتن میندازن. اون وقت چی جوری هست که امنیت میخوان برقرار کنن؟ در واقع مسئله اینجاست که سپاه پاسداران به خاطر اینکه بتونه حضور داشته باشه در بلوچستان و بتونه با توجه به همون قرارگاه خاتم الانبیایی که داره، از همون کانال ها، از همون رویه ها و از همون سیستم هاش زمین خاری رو در بلوچستان در واقع به نفع همین نیروهای سپاه دامن بزنه، به اضافه این که اون امتیازاتی هم که در ارتباط با راندخاری هست هم دوربر همون خودی‌های خودشون شکل بگیره و بخصوص کسانی که از جاهای دیگه وارد بلوچستان میکنن. بگذاریم از این که در ارتباط با یکی از بزرگترین در واقع منابعی که بلوچستان داره که دریا باشه، اقیانوس باشه و اون مناطق ساحلی که هست، همین سپاه پاسداران در واقع از همون جاسکش بگیریم تا بیان برسه، یا در واقع از میناب بگیریم تا بیاد برسه به گوچ، محدوده است که در واقع زیر حوزه فرمانروایی همین نیروهای سپاه پاسداران است. چرا که ببینید اساس اینجوری مطرح کنیم، آنچه که در ایران همکنون میگذرد از نظر بدبختی‌ها و ویرانی که در ایران هست چیزی نیست جز حاصل حاکمیت سپاه پاسداران در این سرزمین، به دلیل اینکه عرض کردم هم نیروی نظامی امنیتی دستشون هست و هم کل اقتصاد کشور در دستشون هست. به همین دلیل هست که هر کجایی که در همه جای ایران اینطور است، ویرانی هست، ولی متاسفانه در جاهای مثل بلوچستان و مثل عربستان ایران و به اضافه مثل نمیدونم مناطقی مثل کردستان وحشتناکتر هست، به دلیل اینکه اینها را از چندین زاویه غیر خودی حساب میکنن. هم از نظر مذهب، بگذاریم از این که حالا مردم عرب اهواز شیعه هستند، ولی به دلیل هویت متفاوتی که دارن با این تمرکزگرایان حاکمیت ایران، اونها را هم در واقع تحت یک همچین مصیبت‌های قرار دادند. به همین دلیل هست که متاسفانه اون امنیتی رو که انتظار هست این نیروها برقرار کنند، برعکس اتفاقا برای چاپیدن اونجا هستند و برای چاپیدن باید منطقه ناامن باشه، به دلیل اینکه ناامنی باعث عدم اتحاد و همبستگی مردم میشه و این به نفع این حکومتگران است. تشکر میکنم از آقای مهندس رحیم بندویی از حزب مردم بلوچستان.